قال ابن عمران، ابن عمران میگه اینجا گفتم قیل له یا ابن رسول الله متى یخرج قیام کننده شما کی خروج میکنه؟ قال اذا تشبه الرجال بالنساء، وقتی مردا خودشون شبیه زنا کرد، و النساء بالرجال، زنا خودشون شبیه مرد. این شباهت هم ظاهر است هم رفتار است. در دوره‌ای است که مردان به مردان اکتفا میکنن از نظر جنسی و زنان به زنان، مردا خودشون شبیه زنا کرد، زنان سوار زینها میشوند. و ردت شهادت العدل، شهادت عادلانه رد میشه، شهادت مزورانه و پدر سوخته‌ها شهادتشون قبول میشه، خون بی ارزش میشه. و ارتکاب الزنا، میگه مرتکب شد زنا عادی میشه، یعنی طرف حاضر زنا بکنه اما ازدواج موقت نکنه. و اکل الربا، میگه راحت ربا میخوره. و الرشا، برشو میگه اراذل و اوباش بر انسانهای پاک سلطه پیدا، قدرت در دست میگیرن. و خروج السفیانی من الشام والیمانی من یمن و خسف بالبیداء و قتل غلام من آل محمد بین الرکن والمقام اسمه محمد بن الحسن، میگه کسی اسمش محمد ابن حسن بین رکن و مقام، او رو میکشن. احتمالاً با حضرت ولی اشتباه میگیره، لقبش هم نفس زکی است. و جاءت صیحة من السماء، یک صیحه آسمانی هم میاد. و ان الحق، که چیست محتوای صیحه؟ که حق مع علی و شیعته، حق با علی و شیعه اوست. فعند ذالک خروج و یا اون موقع است که منتظر دیگه خروج ایشون باشه.